یکی از بهترین و باکیفیت‌ترین ابزارها برای ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی در سطح جهانی ابزار لنگچینه. با استفاده از این ابزار یک ایجنت راهنما و دستیار سفر می‌سازیم که به کاربرا کمک بکنه بهترین و دیدنی‌ترین قسمت‌هایی رو که می‌خوان مسافرت کنن پیدا بکنن. خب اول بریم سراغ نحوه عملکرد ایجنتی که ساختیم و بعد توضیح میدیم که چطور باید این ایجنت رو بسازیم. ببینید این محیطی که الان دارید می‌بینید که یک محیط چت هستش که در واقع کاربر می‌تونه بیاد اینجا چت بده و پاسخش رو بگیره با استفاده از همین ابزار ساخته شده و مثلا به عنوان نمونه اومدیم گفتیم برای سفر به استانبول آب و هوا توی 3 روز آینده و بهترین مکان‌های دیدنی رو به ما بده. ایجنت اومده دما رو پیدا کرده، دمای دقیقاً همین الان رو با استفاده از ابزار آب و هوایی که داره و بعد هم با استفاده از ابزار جستجو سرچ کرده و بهترین و دیدنی‌ترین قسمت‌های استانبول رو برای ما فهرست کرد. این ایجنت و ابزارهایی که می‌بینید با استفاده از لنگچین ساخته شده، کوچکترین و در واقع ساده‌ترین چیزیه که میشه با استفاده از لنگچین ساخت و لنگچین به شما انعطاف خیلی زیادی رو میده که ابزارهای متعدد و متفاوتی رو با توجه به خواسته خودتون بسازید و خب نسبت به ابزارها و امکاناتی مثل N8N و FlowWise واقعا انعطاف پذیری بیشتری رو به شما میده برای اینکه بتونید بهترین و با کیفیت ترین ایجنت ها رو بسازید. خب بریم سراغ اینکه چطور باید اون در واقع ایجنتمون رو بسازیم. برای اینکه شما از لنگچین استفاده کنید نیاز دارید که یه مقدار پایتون بلد باشید و در یک محیطی کدنویسی بکنید که بتونه پایتون رو براتون اجرا کنه. یکی از بهترین و راحت‌ترین محیط‌هایی که میتونید ازش استفاده بکنید در واقع گوگل کلاب هستش. اگر شما وارد سایت collab.research.google.com بشید، اینجا میتونید یک نوتبوک جدید برای خودتون ایجاد بکنید و در واقع توی این محیط کدنویسی بکنید. من قبلا یک نوتبوکی ساختم و خب این ایجنت رو داخلش کدنویسی کردم و این نوتبوک رو داخل دیسکریپشن براتون شیرش میکنم که شما بتونید مستقیما به این نوتبوک دسترسی داشته باشید. بعد از اینکه در واقع این نوتبوک براتون باز شد، اینجا روی گزینه کانکت کلیک بکنید که در واقع متصل بشه و شما بتونید کدنویسیتون رو شروع بکنید. برای اینکه از لنگچین استفاده کنید، اولین دستوری که باید بزنید دستور پیپ اینستال دش یو لنگچینه. من این دستور رو از داک کپی میکنم، اینجا در واقع پیستش میکنم و روی گزینه اجرا میزنم که لنگچین رو برامون نصب کنه. ابزار بعدی که ما نیاز داریم نصب بکنیم یکی از این 2 تا ابزاره که ما میایم لنگچین اوپن ای آی رو نصب میکنیم، یعنی پیپ اینستال دش لنگچین اوپن ای آی، برای اینکه در واقع ابزارهای ادغام شده اوپن ای آی داخل لنگچین رو داشته باشیم و بتونیم از مدل های اوپن ای آی استفاده بکنیم. بعد از اینکه در واقع این نصب انجام شد، یک سلول جدید باید برامون ایجاد بشه. شما اگر اینجا در واقع بیاید روی گزینه کد کلیک بکنید، یک سلول جدید براتون ایجاد میکنه. روی این سلول این موضوع رو پیستش میکنید و دوباره روی گزینه اجرا میزنید که لنگچین اوپن ای آی هم براتون نصب. مرحله بعدی اینه که تیویلی دش پایتون رو نصب بکنید که الان بهتون توضیح میدم چی هستش. ببینید برای اینکه شما بتونید به محیط وب دسترسی داشته باشید، بعد از ابزار تیویلی استفاده بکنید و پکیج مخصوصش هم نصب بکنید. من اینجا پیپ اینستال تیویلی دش پایتون رو میزنم و اجرا رو میزنم که تیویلی رو برامون نصب بکنه و بعدم بهتون توضیح میدم که چرا اینو نصب کردیم و چه استفاده‌ای قراره ازش بکنیم. مرحله بعدی اینه که API هامون رو در واقع اینجا ایجاد بکنیم. ببینید API GPT رو شما باید قبلا در واقع از OpenAI گرفته باشید که بتونید به مدل‌های ChatGPT دسترسی داشته باشید. اما برای ابزار سرچ باید وارد سایت tavily.com بشید و اینجا روی گزینه ساین اپ کلیک بکنید و ثبت نامتون رو تکمیل بکنید. بعد از اینکه ثبت نامتون تکمیل بشه، اینجا وارد یک همچین صفحه‌ای میشید که اگر یه مقدار اسکرول کنید به سمت پایین، اینجا یک API کی به صورت دیفالت هستش که میتونید همین API کی رو در واقع روی این گزینه بزنید و کپیش بکنید. یا اینکه اینجا هم میتونید روی این گزینه پلاس بزنید و یک API کی جدید بسازید، ولی ما از همین دیفالت استفاده می‌کنیم. مرحله بعدی اینه که بیاید روی گزینه سیکرت اینجا بزنید و بعد از اینکه روی گزینه سیکرت بزنید، اینجا در واقع API کی جدیدتون رو وارد بکنید. چون من قبلا اینجا وارد کردم این دوتا هستن، ولی شما باید بیاید روی گزینه add new secret بزنید. اینجا اون API کی که کپی کرده بودید رو پیستش بکنید و اسمش رو هم بذارید. چون اسمش در واقع همون تیویلی بوده، ما مثلا اسمش رو میذاریم تیویلی API و اینجا پیستش میکنیم و خب الان این در واقع API کی هم در دسترس هست. و برای GPT هم به همین صورت شما یک GPT
underscore API می‌نویسید و اینجا مقدار API رو قرار میدید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، اینجا نوتبوک اکسس رو فعال بکنید که این نوتبوک به این API ها دسترسی داشته. برای خوندن API کی ها و ریختن اونها داخل یک متغیر که بتونید داخل کدتون استفاده بکنید، بعد from google.colab import user data رو بزنید و با استفاده از user data .get و اسمی که اونجا وارد کردید، می‌بینید GPT API و Tailwiz API، در واقع به اون دسترسی داشته باشید و این دوتا رو داخل دوتا متغیر بریزید که این کار رو ما انجام دادیم. و مرحله بعدم اینه که در واقع کد ایجنت رو بنویسیم که من اینجا کپی پیستش کردم و الان روش توضیح میدم که در واقع چطور داره کار میکنه. قبل از اینکه ما توضیح بدیم که در واقع این چطور داره کار میکنه، توضیح بدم که شما برای ساختن ایجنت نیاز داره بدونید که ایجنت ها چی هستن. من یه ویدیو قبلا راجع به اینکه ایجنت چی هستش ساختم و این بالا براتون قرار میدم که بتونید ببینیدش. اگر بخوام خیلی ساده بگم، ببینید ایجنت یک چیزیه که یک LLM رو به عنوان مغزش داره که ازش استفاده میکنه برای برنامه‌ریزی و استدلال. یک مموری داره که در واقع بفهمه قبلا راجع به چه چیزهایی صحبت کرده و کانتکست مکالمه رو داشته باشه و یک سری تولز داره که از اون ابزارها استفاده میکنه برای اینکه به کاربر پاسخهای بهتری بده. مثلا اگر شما چت جی پی تی رو در نظر بگیرید، شما یک سوالی میپرسید که چت جی پی تی میبینه که نیاز به جستجو داره، میاد با استفاده از در واقع اون LLMش برنامه‌ریزی میکنه و ابزار سرچ وب رو که خودتون هم دیدید میتونید فعال بکنید، فعال میکنه و با استفاده از اون ابزار جستجو انجام میده و بعد از اینکه جستجوش انجام شد با استفاده از LLM پاسخ رو به شما برمیگردونه. کاری هم که ما قراره انجام بدیم به همین شکله و برای ایجنت در واقع دستیار سفرمون قراره یک سری ابزارهایی بسازیم که براش نیاز هستش که بتونه از اون ابزارها استفاده کنه و پاسخ کاربر رو بده. قسمت اول ایمپورت های ضروری هستش که اینجا باید انجام بدید. مثلا گرادیو رو باید حتما ایمپورت بکنید برای اینکه بتونه ظاهر چت رو به ما بده و فرام تیلوی ایمپورت کنید تیلوی کلاینت رو برای اینکه در واقع محیط وب دسترسی داشته باشید و بتونه جستجوی وب انجام بده و ابزارهای مهمی که لنگ چین هستن مثل ابزار تولز مثل اینیت چت مدل و کرییت ایجنت که خیلی مهمه، یعنی from langchain.agent ایمپورت کنید create agent رو برای اینکه بتونید با استفاده از اون ایجنت بسازید. اول از همه یه سیستم پرامپت دادیم. توی این سیستم پرامپت توضیح دادیم که در واقع این یک ایجنت تراول اسیستنت و دو تا ابزار سرچ وب و گت ودر داره که بعد از این ابزارها استفاده. مرحله بعد و خط بعدی اومدیم تیلوی کلاینت رو در واقع ایجاد کردیم و یک کلاینت ساختیم ازش، API کیش رو به عنوان ورودی بهش دادیم که در واقع بتونه به این تیلوی متصل بشه و جستجوی وب رو انجام بده و بعد هم ابزارها رو ساختیم. توی لنگ چین شما برای اینکه یک ابزار بسازید کافیه فقط یک تابع پایتونی بنویسید و در واقع اون آرگومنت ورودیش رو توضیح بدید که نوعش از چی هستش و یک دکوراتور تولز رو اون بالاش بذارید و این رو براتون تبدیل کنه به یک تولز برای ایجنتتون. مثلا الان اگر ابزار سرچ وب رو نگاه کنید، گفتیم ابزار سرچ وب ما کوئری میگیره و بعد میاد با استفاده از client.search و این کوئری رو گرفتن و 5 تا اول رو گرفتن داخل ریزالت میرزه و ریزالت رو برمیگردونه. ابزار بعدی هم ابزار get feder هستش که ورودی سیتی رو میگیره، این سیتی رو میره داخل در واقع این URL قرار میده و دما و آب و هوای اون شهر رو برای ما میگیره و در نهایت برش میگردونه. نکته اینه که شما هیچ محدودیتی برای ساخت ابزارها ندارید و ابزارهای مختلفی رو میتونید بسازید. اسم ابزارتون رو اسم درستی قرار بدید. اینجا توی داک استرینگ حتما در واقع توضیح بدید که این ابزار چی هستش و چه کمکی میتونه بکنه و قسمت بعدی هم اینه که مدل رو ایجاد بکنیم. اومدیم با استفاده از from langchain.chat مدل ایمپورت کردیم اینیت چت مدل رو و یک چت مدل ایجاد کردیم. مدل رو GPT-4 رو انتخاب کردیم، تمپرچر رو 14 تایم اوت رو 15 ثانیه، مکس توکن 1500 تا و API کی رو هم بهش دادیم. مرحله بعدی که در واقع جدیداً به ورژن 1 به بعد لنگ چین اضافه شده اینه که به شما کمک میکنه بتونید فرمت اون ریسپانس رو و فرمت خروجی که ایجنت قراره بده رو در واقع براش تعیین میکنید. این کار رو با استفاده از یک کلاس انجام میدید، یعنی مینویسید کلاس ریسپانس فرمت، این پایین میاد نوع اون ریسپانس ها رو مشخص میکنید. مثلا میگید در واقع قراره یک انسر برگردونه که یک استیاره، ودر یک استیاره و سورس ها یک لیست از استیار هاست. استیار هم یعنی رشته، یعنی اینکه در واقع انسر یک رشته، ودر رشته هستش و سورس هم یک لیست از رشته است که به خاطر اینکه یک لیست از URL ها رو قراره برگردونه. مرحله بعد برای اینکه مموری رو اضافه بکنیم یک در واقع متغیر به اسم چک پوینتر میذاریم و این مموری سیور رو فراخوانی میکنیم که یک آبجکت از اون ساخته بشه. مرحله بعد که جذاب ترین قسمته، میخوایم ایجنتمون رو بسازیم. مینویسیم ایجنت مساویه با استفاده از در واقع create agent که این بالا ایمپورتش کردیم از قسمت ایجنت ها
در واقع میایم ورودی مدل که قبلا بالا ساختیم، ورودی سیستم پرامپت که سیستم پرامپتیه که نوشتیم، تولز ها که با استفاده از دکوراتور تولز ساختیم و اینجا میتونیم یک لیست از تولز هایی که بهش دسترسی داره رو بهش بدیم، ریسپانس فرمت رو بهش بدیم که بدونه باید به چه شکلی در واقع پاسخ نهایی رو بده و چک پوینتر رو هم بهش بدیم که در واقع از یک مموری که الان داخل رم فقط ذخیره میکنه استفاده بکنه و بدونه که قبلا راجع به چه چیزهایی صحبت کرد. ما همینجا الان ایجنت ما ساخته شده و ما اگر در واقع همین ایجنت رو روش متد اینوک رو فراخوانی بکنیم، میتونیم ایجنت رو فراخوانی بکنیم و در واقع سوالاتمون رو ازش بپرسیم. برای اینکه بتونیم یک ظاهر خیلی خوب به ایجنت بدیم و یک محیط چت رو براش فعال بکنیم، اومدیم از گرادیو استفاده کردیم. من این موضوع رو دیگه خیلی توضیح نمیدم راجع به گرادیو، فقط اگه بخوام خیلی سریع بگم، گرادیو یک در واقع ابزاریه که خیلی سریع میاد یک یو آی برای اون ایجنتی که شما ساختید با استفاده از لنگچین یا هر فریم ورک دیگه این براتون میسازه و خب به شما این امکان رو میده که با استفاده از یک محیط گرافیکی ایجنتتون رو تست بکنید. فقط اگه بخوام سریع بگم، ریسپانس ما مساوی هستش با ایجنتمون متد اینوکش فراخوانی بشه و در واقع مسیج رو با رول یوزر به ایجنت فرستادیم تا ریسپانس رو به ما برگردونه. کار مهمی که کردیم اینه که گفتیم از قسمت در واقع ریسپانسی که ایجنت برگردونه، قسمت استراکچرد ریسپانس رو بگیر بریز داخل استراکچرد و اگر ودر بود بیا ودر اینفو رو بنویس و اگر سورس بود بیا سورس ها رو بنویس. اینی که میگم به چه شکلیه، اگر در واقع تو پاسخ نهایی که ایجنت اینجا برامون داده بود نگاه بکنید، اومده ودر اینفو رو به این شکل نوشته، سورس ها هم به این شکل نوشته. این در واقع همون ویژگی هستش که به ما کمک میکنه بتونیم اون فرمت ریسپانس نهایی که به کاربر میدیم رو مشخص بکنیم و بگیم به چه شکلی میخوایم در واقع اون پاسخ نهایی رو به کاربر بدیم. بعد از نوشتن در واقع این تابع چت ایجنت، اینجا میایم و یو آی رو ایجادش میکنیم، یه اسم براش میذاریم و یک دیسکریپشن و روی گزینه اجرا میذاریم. و بعد تبریک میگم، محیط در واقع چت ما باز میشه که یک یو آی خیلی جذاب داره و ما اینجا میتونیم بهش به راحتی چت بدیم. مثلا ازش بخوایم برنامه سفر به شیراز رو برنامه ریزی کنه و دمای یک هفته آینده شیراز. اینجا روی گزینه ارسال میزنیم. خوبیش اینه که الان شما به یک محیط چت مشابه با چت بات هوش مصنوعی دسترسی دارید که میتونه به خوبی براتون کار بکنه و خب اینجا هم چون ما در واقع بهش نگفتیم که خیلی توضیح بده، میاد قسمت دیدنی شیراز رو میگه، دمای الان شیراز رو میگه و سورس ها رو میگه که از کجا این قسمت دیدنی که برامون نام برده رو استفاده کرده. حالا شما میتونید همین در واقع ایجنت رو بردارید، ابزارهای دیگه‌ای بهش اضافه بکنید، امکانات بیشتری اضافه بکنید یا سیستم پرامپت بهتری بهش بدید تا پاسخ‌های با کیفیت تری رو به ما بدید. لطفاً اگر از ویدیو خوشتون اومد چنل رو ساب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوی من رو می‌بینید